با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است و همصحبت من هستند دکتر علیم علیموف. دکتر، با برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. بیننده برنامه کتابخانه یادآور میشم که دکتر علیم علیموف طبیب و کاردیولوگ هستند، اینچنین راهبری مرکز آموزشی اینتلکت هستند. ولی صحبت ما امروز سر اطراف دو مسئله می رود. یک مسئله اول این است که دکتر یک قسم از فعالیت یا دوره تجربه آموزیشان رو در ایران گذراندند، یعنی بخش اول صحبت ما این میشد و بخش دومش این درباره مرکز آموزشی اینتلکت. و ما میخوایم بفهمیم که تیب ایران چگونه فعالیت میکند، چرا ایران در این سمت پیشرفت دارد و چگونه شده است که ایران با یک در این ساحه تیب مثل دیگر بخش‌ها در دوره تحریم به این گونه رشد برسد. باید از زبانی نفر این رو میشنویم که آنجا فعالیت کرده است، کار کرده است و در این موضوع با ما صحبت میکند. دکتر بردیگه، به برنامه خوش آمدید و بگویید که این شب و روز در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمون چه حال احوال دارید، زندگی رو چگونه پسی سر میکنید و آیا پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه و یا تاجیکستان کشور ما برای رشد شخصیت، برای پیشرفت جوانان یعنی شرایط موجود است؟ چون ما دید و نظرهای مختلف در این موضوع داریم. سلام، درود کیدلیر به شما و به کلی بینندگانی برنامه کتابخوان. تشکر زیاد به شما که بار دیگر ما را به این برنامه خوبی علمی و فرهنگی دعوت کرده. چه خوب میشد که مثل برنامه کتابخوان در وطن عزیزی ما باز به همین مانند برنامه ها زیادتر می بود تا اینکه مردم جوانان رو به فرهنگ رو به علم زیادتر می وردن. بعضی از جوانان با محض اینکه متخصص می شوند یا به یک درجه علم می رسند و ما از بعضیشون میشنویم که دوشنبه یا تاجیکستان جای کارهای نمیتوند که برای جای کار تامین کند و آنها وطن رو ترک میکنند. من در بخش علم بیشتر در نظر دارم، بخش شیمیا و فیزیک و متمتیک و این شب روزها ما اخبار زیاد داریم، اطلاع زیاد داریم که در مثلا کشورهای مثل قطر، کویت، امریکا، چین، آلمان، روسیه خیلی از جوانان زیاد کار و فعالیت میکنند. نظرتون به این موضوع چی است؟ نظر من در این موضوع این است که یعنی ما نمیتونیم گفت که اونا باید حتما در این وطن ما باید باشن، حتما اینجا کار کنن یا اینکه حتما که بیروند. یعنی اون نظر شخصی اونها است که میخوان بیروند یا اینجا بمونن و از همه مهمش این که هر کجا باشن نباشن باید وطن باشد، دانن که هیچ وقت جای هم نمیتواند جای این وطن عزیز ما تاجیکستان را برای آنها اشغال کند یا عوض کند. از این سبب میشود که آدم در هر کجای هم باشد برای این وطن خود یک خدمت های بکند. زیاد از دوستان ما نیست بیرون از کشور کار و فعالیت میکنند، اما از اون جا هم هستند که در اون جاهایی که هستند از اون جا هم میتونن برای این وطن خود چیکار کنند، یک خدمت های کرده باشند. یعنی مشکل نداره، این فکری شخصی آنهاست مقصد. یعنی یک نفری که میگن که در اینجا نمیشود کار کرده، رشد کرده یا مثلا مبلغ کار کردن، این بیشتر از تلاش و کوشش وابسته در هر جای دنیا که این شرایط هم یعنی ما نمیتونیم گفت مقصد که اینجا یک جایی است که در اینجا کار و فعالیت کردن، زندگی کردن نه، غیر ممکن است. این هم غیر اخلاقی، غیر عقلانی است، چون که 10 میلیون اهالی در اینجا زندگی کار و فعالیت میکنند دیگه، یعنی زندگی دارن بالاخره. ما نیز زندگی داریم و برای ممکن که اونها یک زندگی کمفورت، یک زندگی بهتری ممکن که فکر میکنن در اونجا هست و در اینجا ممکن نتونن اون رو پیدا کردن. این هم به فکرم از تلاش خودی آنها وابستگی دارد. یعنی شخص در هر کجا که باشد وابسته به تلاشش میتواند که یک زندگی خوبی را فراهم بیارد، یک جایگاهی را برای خودش فراهم بیارد. یعنی از تلاش زیادتر وابستگی دارد به فکر من. یعنی شما گفتن است که یک طبیب خوب، یک آموزگار خوب، یک متخصص خوب که در دل خاصه میتونه در وطن خودش کار کند 100% یگان شک نیست، چون که ما زیاده از استادان میبینیم و دوستان میبینیم که اینجا در بهترین شرایط زندگی میکنن و مثل اون کسانی که در خارج هستن از اون آدم به فکرم که بهتر هم زندگی میکنن. یعنی آدمایی نیستن که با کسی پایبند باشن، زندگی کار و فعالیت مستقلانه دارن اما در بهترین شرایط زندگی میکنن. یعنی وابسته به همین علم و تلاششون است. چون که در تاجیکستان از یک طرف بگیریم، در تاجیکستان زمان بعضی امکانات هست که حتی در بیرون از تاجیکستان کنن، یعنی از خود شما وابستگی کلان دارد اینجا.
یعنی در همه جای دنیا از خود انسان وابستگی دارد. 100% نمیشود که اگر آدم خودشم تلاش نکند و بعدن همه مشکلش بالای سیستم مثلا دولت سیستم کارخانه بگذارد مقصد، یعنی اون خودشم باید تلاش کند. همگی ما اگر بگیم که اینجا مشکلی دارد و یعنی این مشکلی ها است و هیچ کس هم پای حل این مشکلی ها نشه، همگی ما بگیم که باید وطن را ترک کنیم جای دیگر بریم، پس در این وطن ما کی باید بیاد کار کنه؟ اینقدر اهالی که میموند مردم تاجیک کی باید تبابت کنه؟ کی باید کار اینها را مثلا مشکل اینها را حل کنه؟ که همگی اگر بگن ما باید از اینجا بیرون برویم مثلا جای دیگر برویم، خلاصه همه جای دنیا گل و بلبل نیست، یعنی همه جا خالی از مشکلی و کمبودی نیست، درمان وجود دارد، اما نمیشود که این مشکلی ها را دیدم ما بگیم وطن را ترک کنیم و جای دیگر بریم. ما باید ایستیم با هر راه و هر نوعی که باشد کوشش کنیم این مشکلی ها را برطرف کنیم و بعداً موفق شویم و این وطن از خود را بسازیم. یعنی نمیشود که ما اینا را پس سر کرده خلاصه از اینا گذر کنیم و جای دیگر تلاش کنیم که برایم یا جای دیگر بکنیم. این وطنی ما است، نمیشود که از وطن گذشت کرد. هر مشکلی و هر چیزی که دارد ما تحمل میکنیم، انشالله که در کوتاه‌ترین وقت ما امید داریم که اینا برطرف میشوند و تاجیکستان به یکی از دولت‌های مبادل میشود که تمام امکانیت‌ها شرایط‌ها خدا خواسته باشد فراهم میشود. چی در تاجیکستان و چی در هر کجای دنیا که جوانان تاجیک هستند، فکر عقیده من این است که باید اونا امیدشون از دست ندهند. ما همیشه با امید باشیم که روز از روزها تاجیکستان عزیز ما به یکی از دولت‌های پیشرفته ترین به مثل سینگاپور و ژاپن، با دولت‌هایی که اینقدر توانستن آنها، ما نیز به آنها تبدیل می‌یابیم و مثل آنها میشیم حتما، و باید ما امید از دست ندهیم به هر وجهی که نباشه. شما چرا برای تجربه آموزی ایران را انتخاب کردید همچون دکتر؟ حالا آنکه میتونید که به روسیه بروید، به امریکا بروید، به چین بروید، به آلمان بروید که اینجا هم آرام هستند، هم مثلا بگیم کشورهای پیشرفته و قدرتمند هستند، ولی چرا شما محض ایران را انتخاب کردید و از اینجا بگویید که چی شد که به ایران برای تجربه آموزی رفتید در سمت تیپ؟ انتخاب من ایران یک چیزی هدفمندانم راستی گپ نبود. من خواستم که بعد از اون که دوره اینترناتور اردیناتور رو تمام کردم، خواستم به خارج کشور یعنی به یک جایی بروم، یک تجربه آموزی بگیرم تا اینکه یک برای سیقل دادن علم خود یک تلاش بکنم. و بعداً یک چند تجربه هایی که من دیده بودم، بعضی از دوستان ما رفتن خارج از کشور برای تجربه آموزی، اما آنها فکرم که ناامیدم شدن، چون که بعد از دوباره برگشتن کسانی که در این وطن ما کار میکردن اونا باز هم از اینا بهتر بودن، یعنی بعد از آمدن میگن تغییرات جدی نکردن. برای همین من پیش از اونه که به خارج از کشور برام به مرکز جمهوری علمی جراحی دید و رکا آمدم، در آنجا خواستم در شعبه جراحی رنتگن اندواسکولاری یک دوره بگذرانم و از همه مهم یک شناسایی پیدا کنم. بعد از اونه که من به خارج از کشور رفتم میتوانم با چی دستاورد به تاجیکستان برگردم، نشد که برم اونجا و چیزهایی را بآموزم که اونها در تاجیکستان از اون دم بهتر، یعنی راه آموزشش باشد مقصد. خلاصه با این امید آمدم، در اینجا یک دوره را پس سر کردم و در اینجا ما شناس شدیم با استاد سیدعلیم و استاد شریف که آنها جوانانی به نهایت فعال و جوانانی با علم بودن و با آنها وقتی که صحبت کردیم، آنها در یک رشته جدید یعنی اریتمولوژیا یعنی نامرتبی کار دل در اینجا بطره میموندن، ابلیت هم میکردن و کارهایشان به نهایت کارهای سخت بود، جدی بود و با آنها دوست شدیم. اونا قطعی یک مدت کار کردیم و با من پسند اومد این چیز. من گفتم میخوام که مثل شما به همین رشته وارد شوم و در این رشته هم همگی در تاجیکستان هم دو کس بودن، استاد سیدعلیم و شریف دو کس فعالیت می‌کردن. در تمام تاجیکستان دو متخصص داشتیم. در تمام تاجیکستان هم دو متخصص بودن که در سطح خوب این کارا رو انجام میدادن، یعنی خصوصا در قسمت ابلیاتسیا، یعنی برطرف کردن اریتمیا، یعنی سوزاندن اون جاهایی که مشکلی دارن. به زبان عام فهم‌تر بگیم یعنی چیکار انجام بدن. در داخل دل بعضی نقطه‌هایی که پیدا میشد که آنها باعث ویران شدن، اختلال یافتن یک فعالیت دل میشود،
باید اون مرتبی جاها کار دیل میشن. اون جاها رو باید ما بسوزانیم مقصد، یعنی از داخل رگ‌های پای وارد آن دیل میشوند و اون منطقه رو پیدا کرده سیگنال های اون رو و اون جاها رو میسوزانه و با این رو این کار رو برطرف میکنن. و بعدا در کل جمهوری دو کس، حتی در خوجند و در طرف بدخشان تپه، در هر کجایی که مثلا است همین دو کس اصلا میرفتن این کار انجام میدن و برای منم پسند اومد، گرچه قسمت رشته سخت بود اما حسابی که دو کس بودن من میخواستم یک چیزی نو بآموزم، دیدم که در حقیقت این چیزی نو است. هر دو اونها که با اونا صحبت کردم یکی از گفتن در اینجا یک مدت بیاموزید و بعد از این میتوانید به قزاقستان یا ایران بروید، چون که استاد سعید دولیم بیشتر دوره آموزش در قزاقستان گذرانده بود و استاد شریف باشد در ایران گذرانده دوره زیادی آموزشیشون رو. اونا گفتن ما میتونیم با استادا هماهنگ کنیم، با اون دانشگاه شما برید اونجا درس بیاموزید و منم که راضی بودم، گفتم یک مدت پیش اینا بمونم بعد بروم مثلا ایران یا که قزاقستان، یعنی با این امید که در این لحظه از ایران استاد ابوالفتح علیزاده اومدن، یکی از جراحانی که فکر کنم که عین حاضر من میتونم بگم جراحی مشهوری دنیا است اومدن. ما یکم روز با اونا که بودیم از ساعت 9 شروع کردیم جراحی را، 9 صبح ساعت شب شد و 4 صبح شد، شب زمستان بود تا صبح جراحی میکردن. از ساعت 9 شروع شد تا ساعت 4 صبح استاد در جراحی بودن بالای 50 سال هم سین داشتن و اصلا مهمش که ببینید عقیده‌دار جون که این یک لباسی در زیر رادیاتسی که کار میکنیم یک لباسی مخصوص میپوشونن که 10-15 کیلو وزن هم دارد و اینو پوشیده شما 10 ساعت 8 ساعت مثلا شما جراحی میکنید، این در جراحی واردی عملیات خانه میشه، در جراحی میمونید، راستا جایی نشستم که ندارد. در 12 ساعت راستا فعالیت حتما خیلی ممکن یگان لحظه هایی که شما یک استراحت چی، یعنی شما لباس دارید نمیتونید تا حدوداً نشستن یک جای منطقه رو ترک کنید، یک حرکت ها میکنید و بعضا میشه که 4-5 ساعت شما در یک حالت میمونید، حتی دست خود را قریب که یگان تکان هم نمیتید مثلا و در یک حالت میمونه اون جراحی را انجام میدید و استاد اینقدر ماهرانه و اینقدر با صبرانه این کار انجام میدادن که راستیگه برای من باز طرف مهر و محبت همین کسب زیاد شد مقصد. و بعدا با استادم صحبت کردیم، استاد گفتم باشد شما اگر میتونید که ایران بیاد من با شما کمک میکنم. خلاصه من اون حجتهای خود رو آماده کردم و به استاد دادم. بعد از یک ماه حدودا استاد گفتن که بیاید دکتر علیم مدارک شما آماده است، میتونه که شما دوره رو شروع کنه. با این راه من رفتم دیگر ایران. خب اولین چیزی که در ایران دقت شما رو جلب کرد چی بود؟ مثلا یک کشوری که تا جای پوشیده و مثلا اینقدر اخبار اطراف این کشور رفتید، چی بود اولین برخورد شما؟ مثلا در این سایت تیپ میخوام بفهمم چی بود. وقتی که من رفتم منم فکر نمیکردم که ایران در حقیقت تو این حد زور است. راستیگه من فکر میکردم که معلومات خوبم نداشتم و حتی بعضا فکر میکردم که این دولتایی که در همسایگی ما هستن که دولتای پساشورای اینجا برم اونجا هم خوب است. اما بعد از اون که من رفتم مثلا ایران، باور کنید فکر و عقیده من کلا دیگرگون شد و من عین حاضر میتونم هر کسی اگر برای من بگه که جایی میخوام که آموزش بگیرم، یکم من توصیه میدم شما یکم ایران بروید، میگم بعد از این هر کجای دنیا دوست دارید بعدا اونجا بروید. آموزش در سایت تیپ در سایت تیپ اصلا من فکر میکنم نه در سایت تیپ، در همه سایت ایران حتما که پیشرفت دارد، نه اینکه در سایت تیپ. بعد وقتی که ما رفتیم ایران یک چند چیزایی که برای ما مثبت بود، یکم که زبان و فرهنگش برای ما آشنا بود و اونا تاجیکا را تا اون حد مثلا دوست می داشتن، کمک میکردن و حتی دوره ما تخصصی رفتیم، فیلوشی میگن دوره تخصصی، حتی از اون کسانی که خود ایرانی بودن از اونا در زیادتر برای ما استادان چی میکردن، توجه زیادتر میدادن و تا حدی بود که بعضا این دوستان ما که از ایرانی که همراه ما میخواندن اونا کم کم رشک میکردن، حسادت میکردن که شما زیادتر استاد از استادا میگفتن شما با دکتر علیم زیاد کمک میکنه، چرا برای ما نمیکنه؟ بعدن استادا هم زیادتر میفهمونه که دکتر علیم هم مهمان است برای ما، دکتر علیم از این قدر روح دور اومده است، زن و بچه‌ش گذاشته تا که چیزی به آموزد. و از همه چیز مهم، نقطه مهمش این که دکتر علیم میره در آنجا معرفی از ایران میکند و
در اونجا تک و تنها کار میکند. شما که اینجا کار میکنید اگر یگان مشکلی درگیر شدید میتوانند دیگر استادا برای شما کمک کنند، اما برای دکتر عالم کسی هم که نیست کمک کنه. ما باید عالم تا اون حد مسلط کنیم که مستقلانه کارا را خودش انجام دادن بتونه. یعنی بسیار امکانیت‌های خوب هم میدادن باور کنید. ببینید دکتر از یک چیزی میگوید که مقصد درباره ایران که در علم تیپ خیلی پیشرفت دارد و چیزی که شما درباره این کشور نقل میکنید، ولی تا جایی که ما میدونیم ایران 40 سال است در تحریم است و مسئله دستگاه ها چگونه هستند، دسترسی به دستگاه ها تکنولوژی مختلف، چون یکی از بخش‌های مهمی تیپ امروز اگر ما یک کشور بخوایم که بررسی بگیریم و اون در رده بندی ها ارزیابی کنند میگن دارای این تکنولوژی است، این تکنولوژی است، این تکنولوژی است. در این تحریم ها این تکنولوژی چگونه تهیه میشن و بیمارخانه های ایران با تکنولوژی معاصر مجهز هستند که از اون شما تجربه گرفته باشید؟ باور کنید هر دستگاهی که نوترین و جدیدترین در دنیا مثلا پیدا میشد، یک ماه میگذشت که الکی در ایران اون دستگاه بود. در از نگاه علمی دانش هم بگیریم بسیار مثلا فعال بودن. امروز یک در رسانه ها در دنیا یک خبر میبرد مثلا یک داروی جدید پیدا شده است، فردا در داخل بیمارخانه ما تنها درباره اون دارو مثلا حرف میرفت و وقتی که یگان جلسه هایی که در دنیا درباره یگان دستگاه باشد یا درباره یگان نوعی طبابت باشد، یک هفته نگذشته که یعنی کنگره میگن یک کنفرانسی ها میموندن، مجلس ها که همه را دعوت میکنن در اون باره چی میکنن صحبت میکنن و مسئله که شما گفتید که وابسته به دستگاه، قریب که همه دستگاه در اونجا بود و با استادا میگفتن خیلی با هر راه و واسطه خیلی دولت هم فکر کنم کمک میکرد، پسی پرده هر راه قطعی وارد میکنه. بعد در یکی از جلسه ها که ما بودیم در همه ایران کنگره میگن مجلس، یک دو جوان بودن، یکی از امریکا آمدن، یکی از آلمان، ایرانی بودن، در امریکا و آلمان کار میکردن. یک چیزی جالب بود که وقتی یک دستگاهی نو بود درباره دستگاه صحبت رفت که در ایران نبود، اینا اومدن گفتن ما در امریکا و در آلمان الکی با همین دستگاه شروع کردیم کار. دستگاه نو جدید بود و در همون جلسه اونا از امریکا و ایران حتما که حضور داشتن و در بیشتر حالاتها اونایی که در بیرون از ایران کار و فعالیت میکنن در جلسه حتما که اونا میآین و کمک های زیاد هم میکنه. یک از اون جوانایی که در آلمان بود راستی خست اونجا در مجلس وقتی که صحبت بالا میره گفت من میره برای ایران چی میکنم، میسازم هر راه واسقتی. از من توفه در بیمارستان شهید رجایی بودیم، ما گفتم از من توفه من میره واردی چی میکنم، برای من حداقل از 15 روز تا یک ماه فرصت بدید تا ما میره برای شما آماده میکنم و میبیارم. چی دستگاه است و چی قیمت داشتین دستگاه که میخواد برای بیمارخانه؟ دستگاه نو جدید بود و بعضی دستگاه نو جدید که مثلا در دنیا پیدا میشود خیلی که میدونید مثلا ایران که در تحریم بود با هر راه واسطه کار میکنن که وارد ایران نشود. با چی راه مثلا اگر تا جایی که شما آگاهی داد با چی راه واسطه، یعنی خود ایران استحصال نمیکنه دستگاه را؟ ببینید در ساختن اگر دستگاهی که مثلا یعنی وارد کردن اون به ایران کلا اگر ممنوع باشد و که نشود، من باور دارم که حتما اونا را هم راه و واسطه دارن و اونا را میسازن. مثلا یک رابطی داوینچی برای جراحی که چی میکنن آماده میکنن، این خودش در امریکا آماده میشود و در قیمت این تا از 2.5 تا 3 میلیون دلاری آمریکایی است و این هم در ایران خود ایرانیا در دانشگاه خود ایران همین دستگاه ساختن. یکی از دستگاهایی که مثلا مشکل ترین، هم قیمت ترین، هم ساختار و کار اون قیمت ترین مشکل ترین بود، اون که در ایران خود ایران ساخته بودن. یعنی فکر میکنم که هیچ ممانعت مشکلی ندارن که بگم که نمیکنن. یک مردمی است که باور کنید خودشون اینقدر غرورشون بلند است که از یگان کس کم نمیدونن. مثلا میگه مرگ بر امریکا میگه کتابای پیشرفته ترین امریکا را حتما با زبان امریکایی خودش میخونن. که مرگ بر امریکا میگه و هر دستگاه بهترین در دنیا اگر امریکایی هم باشه در ایران میگیرن استفاده میکنن. یعنی به امریکا فکر میکنن مرگ میگن، اما با اون دستگاه و ساختار علمشون مرگ نمیگن، اون را میگیرن استفاده میکنن. یعنی با هر جای دنیا اگر یک پیشرفت دیدن میگن حتی که همین استاد علیزاده یک روز یک حالت شد که
برای یک نمودی گذاشتن باتری لیدلس پیس میکر میگن، یک باتری که جدید آمدگی بود و باید اون را رفته در ترکیه آموزش میگرفتن. یعنی اصلا که ایران در تحریم بود، خود ایران دسترسی نداشت، مثلا اون از امریکا به ترکیه دادگی بود و در ترکیه اجازت بود اون را گذاشتن. هم دوره هم باید تجربه آموزی را دوره هم را بگذاری تجربه آموزی، بعد اجازت میتین که شما هم دستگاه را چکنید نصب در دل انسان نصب کنید. بعدن راستیگه استاد علیزاده من نگاه کردم در امو طرز گذاشتن رو از امو یوتیوب نگاه داشتن، یک نگاه کردن گفتن من دستگاه رو امیرم میمونم نمیخوام به ایران برم. گفتم ای بعد ترکیه برم. وقتی میگفتم استاد چرا نمیخوای به ترکیه بری؟ باور کنه اینقدر میگفت نخوام من ترکیه برم. چرا؟ ما از ترکا چی کمی داریم؟ یعنی ما اینقدر از اونها پیش بودیم، اینقدر پیشرفت داشتیم، امروز مثلا ما باید بریم از ترکا چی کنیم این را بآموزیم. باور کنه اینقدر با غرور گپ میزد که راستی من باور داشتم که استاد اون ترکیه هم نرفته. حتی دیدم که ترکیه نرفته همین دستگاه را گذاشتن، مثلا شروع کردن برای گذاشتنش. یعنی غرور ملی هم فکر میکنم در همین آدم بسیار مهم بود است. من فکر میکنم اون چیزی که بیشتر شما گفتید و دیگرها میگن این واقعا چیزی که دیده میشد که شعار و حرف است که اونها گفت میزنن. مثلا نه هیچ ما در که نه کمتر از 1 سالم در ایران بودم با هم استادا، برای اون حرفایی هم که میزنن اون حرفاش جدی است. مثلا هیچ وقت نه از امریکا نه از اروپا نه از هیچ کس خودشون کم نمیدونه. مثلا در رشته تیپ اونا مثلا استاد علیزاده خیلی میگفت مثلا در خون ما در گن میگفتن در جن ما چی است؟ تیبی است، پزشکی است. مثلا سینا اون گن های سینا در ما هست و هیچ کس هم نمیتونه از ما بهتر خوبتر باشه. و سببی که پزشکای ایران اونقدر مشهور نیستن در دنیا، نه اینکه اونا زور نیستن، از سببی که اینمی تحریم و مشکلیایی که تبلیغات و مثلا با غرب و امریکا بعضی مشکلات سیاسی که بود حساب این نمیگذاشتن مثلا که اونا زیادتر مشهور شوند. چون که یک همین در ابلیت یک نمود اکسترسلوی میدچه میگن، همین یک نمودش هم سامید از همه سخت‌ترین و مشکل‌ترینش است. یکی از پزشکان مشهور در دنیا این یهودی امریکایی یهودی تبار بود، اینقدر مثلا تعریف و توصیف می‌کنم اینقدر زور است و درصد موفقیتش 67%، اگر خطا نکنم 60-70% گویم همین قدر بود. اما استاد علیزاده بالای 90% موفق بود جراحیش. اگر کسی هم بود مثلا این را تبلیغ می‌کردن پیگیری کارایی می‌شدن، فکر می‌کنم که از علیزاده هم بهتر و زورتر هم نبود. اما تبلیغات چون مثلا سر چخیلی که نیروخیرورگ یک تا سامیعی میگن که در دنیا از همه مشهور است، اینقدر زور است، اون ایرانی است مقصد. و همین به همین مانند بسیار مثلا زیاد دارن اونا. اولیم یک اختصاصی که شما فارغ میگید اختصاص خیلی مشکل است در سمت یا نمون گفتید باتری گذاشتن و همون کار دیل. من اگر بگم من اختراع جراحی دیل توابت دیل یک کاری مشکل است. در ردبندی دنیا ایران تا کجا در این زمینه موفق است و در سطح کدام کشورها میستد و قیاس با کشورهای پساشورای چقدر؟ چون در اول صحبتتان گفتید که اگر هر کسی میخواد که اینجا برات بهترش ایران برات تجربه آموزی علمی طب آموزد. شما بر اساس چی این حرفا میزنید؟ یکم اون دولتایی که مثلا ما میتونیم بگیم که در سطح کدام دولت‌ها است، مثلا از آلمان و آمریکا و اسرائیل و ژاپن هم دولت‌های پیشرفته یگان تفاوت نداره، یعنی فرقیت نداره. چون که هر جراحی که در امریکا میکنن در پیشرفته‌ترین دانشگاهش، در پیشرفته‌ترین مرکزهای طبیش، در ایران که 100% انجام میدن. من هم که در بیمارستان شهید رجایی بودم، یکی از بهترین مرکزاش بود، همیشه همون جراحی را دیدم، حتی که در برای ما کم کم چی بود مقصد مثل فیلم ها بود که مثلا با چرخبال می آوردن، مثلا گفتن قلب آوردن از یک جای، قلب آوردن از ترانسپلانتاسیون مثلا قلب انجام میدن و از گرده و از هر جای مثلا بدن از ما اصلا در جای ما بسیار از قلب انجام میدن و همون جراحیایی که مثلا در دنیا میشه در ایران میکنن. کدام جراحی که مثلا در ایران انجام دادن نمیشد، دیگر آدما تلاش هم نمیکردن جای دیگر بروند، چون که دیگر بی منطق بود. یعنی هر چیزی که میشه، یعنی هر جراحی که نمیشه در ایران انجام داد، پس دیگه جای دیگه نمیشه انجام داد. نمیشه 100% هم استاد این هر پیشرفته بودن. و اگر با دولت‌های پساشورایی من فکر میکنم قابل قیاس نیست. من نمیخوام در این مسئله زیاد صحبت هم کنم، چون که
من بعد از ایران راستی گپ یک چند دولت‌های پس شوروی دم بدم، خواستم که بعد از جنگ یک مدت بیکار بودم، گفتم یگان جا برم یک دوره کوتاه بیاموزم. راستی گپ یک چند جایی که رفتم هرچی بر وقت‌تر اونجا رو ترک کردم و آمدم پیش استاد سعیدعلی مشری، گفتم از همه جای بهترین هم پیش شما است، یعنی در پیش شما خوبتر بهتر در تاجیکستان، چون اونایی که در ایران تجربه را گرفتن، تجربه مختلف بودن، پیش اینا دا خوبتر بهتر بود، چون که همون جراحی که اینا انجام میدادن بسیار خوب، نقص و در سطح عالی هم بود کار اینا. گفتید بعد جنگ، یعنی شما در روزهای آغاز جنگ در ایران بودید؟ جنگ سه دوره‌ای که مثلا جنگ‌های سخت بود در دوره اول، در هر سه دورش مرحله‌اش در ایران بودن. این از این جنگی که جنگ تجاوزکارانه که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، شما یعنی اونجا بودید؟ روز اول اونجا بودید؟ اون روز اول اونجا بودم. یک چیزایی بود که خب می‌خواستم از ساعت‌های اول جنگ بگید که مثلا شما در بیمارستان بودید، روز اول جنگ در بیمارستان بودن و همون لحظه اول چه حادثه رخ داد و فعالیت طبیبان و بیمارستان‌های ایران چگونه بود؟ چون شما بعداً ترک کردید. من در یک نوار یک از رسانه‌ها دیدم که شما صحبت می‌کردید که ایران را ترک کردید. چرا؟ دکترها از فعالیت باز موندن، بیمارستان از فعالیت باز موندن و فضا واقعاً فضای جنگی چگونه بود در این بیمارستان؟ من می‌خوام از اینجا بگید. باور کنید اکید در من یک چیزی بود که ما در یک دولتی که صلح و صلاح است، آرامی است، کار فعالیت کردیم، زندگی کردیم، با ویار هستیم و ما حتی جنگ‌های داخلی تاجیکستان که ندیده بودیم، یک حالت جنگی هم از این حالت‌های جنگی هم آگاه هم نبودیم. در داخل عملیات خانه بودیم، جراحی می‌کردیم، صبح بود و یک صدای انفجار هم به فکرم که به گوش یک صدای انفجار هم رسید و از ما در طبقه پایان بودیم و از طبقه بالا یکی از پرستار میگن همشیره آمدن با آرامی گفتن امریکا و اسرائیل به ایران هجوم کردن و بیت رهبری هم زدن. راستی گفت من در اونجا بودم، بیت رهبریش هم نمیدونستم چیه. بعدم پرسیدم که بیت رهبری کجا؟ بعد گفتن رهبر مثلا خانه‌ای که رهبری نمیگن اونجا را زدن و نزدیکای ما در نزدیکای ما یک چند جای سپاهی بودن، فلان جاها را زدن. گفتم مثلا حمله کرد و یک حالتی بود که گویا نه اینکه یک کاری جدی است، مثلا برای ما جنگ، یعنی حرکت حمله شروع شد با راکت در اطراف با موشک باران شد، اما مردم آرام بودن، یکون مشکلی هم نشد و یکی از استادان خورترین در اونجا بود، استاد کمالی، همگی را جمع کردن، گفتن بچه همه جمع شوید، همه را جمع کردن و یک روی خط کردن و گفتن یعنی از حالتی در یعنی به حالت جنگی ورش یک بار بیمارستانی که ما هر روز جراحی میکردیم از حالت معمولی طبیعی به یک حالت جنگی مبدل شد و استاد آمدن گفتن بچه‌ها همه جمع شدن، هم فلو استادا که نبودن با نوبت استادا می ایستادن و فلوهایی که ما بودیم همه را جمع کردن. بعداً با نوبت موندن، یک برنامه کردن برای 2 ماه، گفتن یک هفته مثلا خوجایی میسه، یک هفته میرزایی، هم خیلی خلاصه برای 2 ماه برنامه‌ریزی کردن و بعداً گفتن عین حاضر رها میتونه که بند شود، یعنی رفت آمد بعضی مشکلات پیش بیاد و شما میتونید با نوبت هر کس جای خودش بیستد و بیماری که ما داشتیم گفتن هر کسی که مثلا تعجیلی است، یعنی مشکلات جدی دارن و نمیتونن جراحی نکنن، اونا را بگیرید ما جراحی میکنیم و بیمارستان آماده کنید برای حالت جنگی که احتمال دارد که یعنی زخم دیده را به اینجا بیارن. خلاصه در یک فکر کنم که یک نیم ساعت هم نگذشت، در مدت نیم ساعت یک بالانسه معمولی به حالت جنگی 100% آماده شد و جالبی این کار بود که این استاد با هیچ کس هم هماهنگ نکرد، مثلا یعنی از وزارت اجازه بگیرد، از بالا اجازه بگیرد، مدیر بخش داشتیم نه مدیر، اگر از نگاهی مثلا عنوان بگیریم از استاد اصلا خورترین بودون، یعنی حتی با مدیر بخش هم هماهنگ هم نکرد، با رئیس بیمارستان هم با هیچ کس برنامه را ریخت و ما هم گفت که دکتر علیم شما مثلا خارجی هرچی بیشتر هرچی بهتر میشد که شما بر وقتتر ایران را ترک کنید، گفت شما آزادید، شما باید ببرید و برای خودی اونا برنامه‌ریزی کردن و یک این معمولا وقتی که یک جنگ صورت میگیرد یک پروپر و داودا و من مثلا برام بچه‌ما بگیرم یک دادوو نظم بر هم میزند، چی احساس میشد؟ اکید یگان چیزی هم ندیدم، حتی یک اصلا یک بچه و یک مشکلیش همه یکمی درجه باید بیمارستان کاری کنن که از فعالیت باز نمونه، برنامه‌ریزی درست کنن و برای حالت جنگی آماده باش، یعنی یگان تغییرات نشد. تا حتی که من از سببی که راستی ترس هراس هم داشتیم چون که ما ندیده بودیم این چیزا را و در یک لحظه یک دکتر
با یک آدم میرن که سپاهی یک جنگی مثلا ایواز شد، حالتش ایواز شد. حالت مثلا خانم پرستار چگونه بودن؟ هم آرامانه ببین آمد گفت که امریکا اسرائیل حمله کرد. وقتی حمله کرد آرام، منم گفتم چه حمله کرد؟ باید داد باشه، فریاد باشه، یگان مشکلی باشه. چه مثلا حمله عادی مثلا حمله کرد و باز یک چند جایی که مهمم باز زیر هدف قرار گرفت. اما آرامانه با یک آرامی گفت کم خیلی مشکلی شد. با فکر شما چی بود این نکته های مهمتون به عنوان یک جوان، یک طبیب، یک نفری که شما هم در بیمارستان ها کار میکنید، مهمترین نکته و پایم همین درس برای ما چی است؟ برای متخصصان ما چی است؟ خب دیگر این زندگی است، این کشورداری است. هیچ کشوری نمیتوند از جنگ امین باشه که از این گونه حادثه ها امین باشد. چی بود مهمترین درس از اینجا از نگاه شما؟ همین چیزی که من مقصدم دیدم، در اصل چیزی که با چشمم دیدم و وارد اون کارم بودم، یکم در همه حالت باید آدم نظم نظام شد. یعنی خودمان یک مثال داریم، خودش گم کرد میگه که باید خودت گم نکنید. اونا هیچ کس یگان حالتی که از نظام بیرون برآمدن یا که یگان مشکلی اومد هم چیزا نبود. و اصلا من مهم میدونم که نداری کسی هم هیچ جا فرار نکرد. اگر فکر کنیم یک از دو کس در ذهنش اگر می بود یگان جا رفتن، حتما این یک مشکلی پیش می اومد. ببین اگر در داخل بیمارستان مشکلی می اومد، در هر کجای مثلا رده‌های دیگر سطح هم میتونه که یک مشکلی پیش بیاد. اما همین چیزا من پای نبردم. راست یک کارم کردم، من کاری نمیدونم تا چی درست یا نادرست، اخلاقی بود و غیر اخلاقی. استاد علیزاده ایسب که برای ما خیلی خدمات زیاد کرده بودن. بعد از زمان جنگ شروع شد، ما را گفتن که تو آزاد مثلا هر چی بر وقت‌تر برو، زن و بچه طبیعی برو، چون که ما با خانواده بودیم. گفتن تیسر ایران را ترک کنید شما. و بعد رفتم پیش استاد علیزاده، گفتم استاد شما زن و بچه تان بیا بگیریم برویم تاجیکستان. و همه شرایط مهیا میکنم قدر گفتم اگه با دلسوزانه و یک جواب داد استاد علیزاده که راستی گپ شرم کردم. بعد از این گفت دکتر علیم تو چه حرف میزنی؟ در این حالت جنگی با وطن من، با کشور من هجوم کردن. مقصد من یک استاد، یک پروفسور، مثلا من یک استاد و من چه مثلا این وطن ترک کنم؟ میشه در همین حالت وطن تنها بمونی؟ باور کنید دیگه در خجالت ماندم. گفتم من استاد چی گفتم؟ یک بسیار ناراحت شده، آی سردم کشیدم. گفت دکتر علیم تشکر زیاد از این دلسوزی و پیشنهادات، نه که این چیز یعنی چیزی اخلاقی و عاقلانه نیست. من مثلا یک کسی هستم که استادم، وقتی من اینجا را ترک کنم این بچه‌ها چی میکنن؟ یا برای چی درس عبرت میشه؟ راستی گپ دیگه خودم ناراحت شدم از گپی گفتگیم که ببین در کدام حالت مثلا بود. و این چیزایی بود که همین استادای مثلا که بزرگ بودن و در سطح بالا بودن، هیچ کدامیات در خیالشون نمیومد که جای خودشون ترک کنن، یعنی بیمارستان تنها بگذارن. و بعضا مشکلی که در داخل من نمیدونم از دولت، از ناراضگیایی که داشتن، وقتی جنگ شروع شد راستی که من دیدم حیران شدم. من گفتم از این کار خیلی خوشحال میشن. خیلی میگفتن امریکا هجوم میکنه و دیگر یک بار همگی عوض شدن، همه طرفی دولت شد و گفتن نه اینکه فکر کنیم اونقدر ممکن که حکومت شد نقض میدید، نمید اینم مهم نبود. اما اونا یک چیز که وطن میگفتن، کلمه وطن برای اینا از همه چی بالاتر بود. نه دیگه مذهب، نه هیچی، میگفتن یکم وطن است. یعنی ما در هیچ حالت باید وطن تنها نگذاریم. و این چیزی بود برای ما که یکم مثلا همچون من یک جوان تاجیک، یعنی برای من یک درس شد که من باید در هیچ وقت در یک بالای مثلا وطنی من یک مشکلی میبید، یک مصیبت میبید، همچون یک طبیب از یاد نبرارم که باید 100% بالای کارم باشم و هیچ وقت مثلا جای کار ما ترکم نکنم. و یک حادثه ای که در همین دوره کرونا ویروس یکی از جوانا برآمدن پرستار بودن، یک جمله‌ای گفتن در دوره کرونا ویروس بود و کووید، گفتن پزشکا همه بیمارستان را ترک کردن، گریختن. راستی گپ چیزی که من در دوره جنگ دیدم در این حالت مقایسه کردم، نمیشه چه مقایسه. و جنگ از هر لحظه میتونه که یک موشک بیاد بزنه، مثلا یک مشکلی بالات بیاد، میتونه که یک پزشک بگریزه یک جای یگان کار بکنه. اما هیچ کس هیچ جا نمیره، همه مقابلیت نشونه که ما باید 100% بیستیم پای نظام و پای دولت، باید مشکلی ایجاد نشود. وقتی حالتی ما را دیدیم که
دوره‌ای که مثلا از بیمارستان به که وظیفش طبابت است. وظیفه دیگه این در این دوره وظیفه یگان کارکنی مقامات دیگران وظیفه ما بود که اون برآمد گفت همه گرفتن فرار کردن و کار باقی دادن به یک پرستار دادن دیگر. اگه نمیدونم چه مقایسه کنم. و بعد از اون کارهایی که من دیدم اینقدر در خجالت موندم که گفتم اگر هر چیزی میشه و نمیشه در زندگی همین سیاست و جنگ و مشکلی ها میرفته. اینا بالاخره دوره کووید هم گذشت رفت، اما اون کسایی که فرار کردن ترک کردن خیلی هم با مرخانه میاد با چهره اون جوانان نگاه میکنن خیلی چقدر درباره وطن صحبت میکنن دیگه. ببینید این چی حالته. مثلا خلاصه که در ایران پیش از اونه که من یک پزشکی با آموزم، یک طبیب، به خدا که برای من اصلا زیادتر یک وطن دوست داشتن، برای وطن جان فدا کردن، اینا زیادتر برای من تاثیر گذاشت که ما هیچ وقت در هیچ حالت باید پس وطن باید خالی نمونه. امی دوست داشتن وطن همچون شیار همچون حرف خالی نه. وقتی که من در داخلش بودم من دیدم که صدقی دوست می‌دارن، صدقی آمادن تمام کارا بکنن. و چیزی که بعضی بسیاری ها در سامانه‌ها که دیدم بالای اون پول در آدما قطار ایستادن گفتن که پیش از اونه که این پول ویران شود باید ما ویران شویم، باید ما نابود شویم. باور کنید این چیزا را که وقتی من می‌دیدم برای من این یک چیزی عجیب و غریب نبود، چون که من این چیزا را دیدم با چشمم. همیشه وطن باید دوست بدارن. هیچ وقت هیچ جای دنیا در زندگی نمیشود که تاجیکستان شود. هیچ جا در بهترین شرایط هم باشه، هر چیزی باشد هم باشد، وطن این مادر میگفتیم. ما به همین بعضی چیزا را در زبان میدونیم وطن این مادر است. کسی وطن دوست میداره این از یعنی دوست داشتن وطن از گوشه ایمان داره. این درست این حرفا در نوک زبان و در امی ذهنمون بود اما در قلب نبود. بعد از اونه که من در ایران این چیزا رو دیدم، در قلب در اصل کم کم اثر میکرد از این چیزا. راستیگه طبیبان ایران تو کجا کتاب میخونن؟ اونگونه که ما شنیدیم میگن طبیبان ایران خیلی کتاب میخونن، خیلی اهل کتاب هستن. این واقعا یک شعار است یا حرفی مفت است یا چی است؟ شما در واقع اونجا بودید از نزدیک دیدید چگونه است این حرف؟ مثلا باور کنید اگر مثلا تخصصی بگویید که تخصصی، باور کنید هیچ چیزایی که باز من در بعضن در دولت‌هایی که همسایه دولت‌های پساشورایی که یک مدت رفتم و در مقایسه می‌بینم در داخل مثلا بیمارستان‌های ایران فقط هر فیزیوتی نه، فقط بالای علم بود. مثلا میگفتن در کتاب هوانگ مثلا فلان کار گفته که هوانگ این کارا کرده، یا که در اساتید آمریکا امروز یک چی پیشنهاد کردن، یعنی یک داروی نو شد و اینا هم مثلا فکر و عقیده هاشون هم میگفتن. بعضی اونا قطعی مخالف هم بودن، میگفتن این خوب نیست، ما کار کردگیم. یعنی دائما پای علم و چی بودن، آموزش بودن. و بجز اونایی که اگر که مثلا غیر تخصصی بگید مثلا و وقتی در سیاست یخیش که اون مردم سیاسی همش با یک دکتر صحبت میکردی، اینقدر از سیاست حرف میزد، اینقدر از تاریخ حرف میزد که باور که هیچ نمیشه و درباره اون گپ زدن. وقتی همچون سیاسی حرف میزنه فکر میکنه اون سیاست مدار است، وقتی از نگاه فلسفه چیزی حرف میزنه فکر میکنه اون فیلسوف است. در حقیقت مردم کتابخوانن، باور کنید این بشیاری نیست. شما اگر همین گپای من در یگان ذره شک داشته باشید، شما هر لحظه میتونید که یک دکتر ایرانی را شما بگیرید در میکروفون بمونید و بلنگور هر موضوعی در میخوای باش صحبت کنید. 100% من باردم که آمادگیم از شما طلب نمیکنه. گفته بچه همی یک راننده تاکسی قد صحبت میکنی اینقدر وای گپ میزنه. من سومئی را پروفسور سومئی یکی از بهترین نیروخیروگای مثلا دنیا است میگفتن ایرانی، به خودم در دو سه تاکسی یک راننده تاکسی برای گفت مثلا اینقدر غرور دارن که میگه پزشکای ما از همه زورن. درباره پزشک اطلاع دارن، درباره پزشک حتی من در گوگل یا بار سرچ کنید یا بار در گوگل ببینید شما همین را نمیدونید. وقتی من گفتم نمیدونم تو چه پزشکی که تو سومئی را نمیدونی، من گفتم آخه ما اونقدر چی نمیکنیم مقصد یعنی پیگیری اینا نیست، اطلاع اینقدر پیگیری هم نمیکنیم. راستی گپ اگه درباره کتابخوانی من گفتم تاجیکای خودمون من دستامو برداشتم دیگر اینقدر مثلا اونا کتاب میخونن که حتی یک پرستار قدیما که صحبت کرده
طرفدار همشیره شفقت در بعد صحبت کردیم. بعد اکمام بیاگون کتابایی که خوانده بودیم، وقتی درباره اون کتاب گپ می‌زدیم، من اون کتابای خوندگی اونقدر یادم نبود. وقتی با اون حرف می‌زدم او میگفت این محتوای این کتاب، از این کتاب شما می‌تونید خلاصه را بگیرید. و بعضی کتابایی که ما با افتخار میگفتیم این کتابا را خوندگی، میگم اون کتاب خوب هم نیست، دکتر علی میتونه این کتابا بخونه، این کتاب بهتره، اون کتاب بهتره. و بین پزشکای یک کتابای نو جدید که میبرمد میآوردن، این میخوند این کتابا باز دیگرش میگرفت تبلیغ میکرد. اینقدر مثلا ریواج داشت که خوندن کتاب، علم، فرهنگ دائما بین همو مردم و بین پزشکا زیاد چی بود، مثلا تشویق میشه. خوب میمونیم این قسمت با یک صحبت‌های دیگر، شاید با نفران دیگر در این موضوع صحبت‌های بیشتر کنیم، در بخش‌های تکنولوژیا و تیپ از نفران دیگر با این گفته‌های شما را تصدیقش بگیریم. شاید استادان ایرانی در این برنامه دعوت میشوند و ما این سوال حتما از اونها خواهیم کرد. قسمت دوم صحبت می‌خواستم که با اینم به همین کسب شما با کسب تیبی ربط داره. شما که از راهبران مرکزی آموزشی هستید، مرکز اینتلکت که این شب روز هم اینتلکت خیلی فعال است و ما تبلیغات شما را در صفحه شبکه اجتماعی می‌بینیم و چند سوال هم می‌خوام در رابطه با این بدم و اندشتون بگیرم. شما همچون طبیب کاردیولوگ در این مرکزها برای دانشگاه‌های طبی، یعنی بخش طبی کشور، دانشجو را آماده می‌کنید که قبول بشوند، اما نه هم از این کار شما راضی هستند که البته میونشون استادان هم هستند، دیدگاه‌های انتقادی دارن و حتی بعضی هم قبول ندارن. منظورم قشر عوام جامعه نیست، یعنی بعضی استادان، صاحب نظران، صاحب اندیشان با ما میگن در صحبت‌ها که اصلا این گونه مرکزها برای روند آموزش در کشور خوب نیست. نظرتون چی است؟ راستی گپ این کسایی که همین نظر، همین دیدگاه دارن، فکر من این است که اینا زیادتر وارد همین کار نیستن، نمیدونن زیادتر. ما هم یک جایی هم صحبت داشتیم راستی یک بار و یکی از آدمایی که همچون اهل علم بودن، بسیار دانش داشتن، ما پیش ما احترامی خاصم داشت. وقتی باش یکم صحبت کردیم، ما از پیش ندیده بودیم اونا را، یکم صحبت کردیم و اونم نمیدونست که مثلا اینتلکت از، یعنی من همچون راهبر اینتلکت هم وقتی باش صحبت میکردیم هم موضوع من همین خواستم که معرفی کنم، اما من معرفی نکرده بودم. کمتر در دایره اینتلکت و مرکزهای آموزش صحبت کردم، اینقدر ایراد گرفت، اینقدر پس زد که در پیش خودم بعداً سوال دادم که استاد شما یگان بار مثلا مرکز آموزش اینتلکت رفتید یگان بار؟ گفت نه. یگان شناسایی شما، نزدیکی شما خوانده است؟ گفت نه. درس اونا را میدونه؟ چی میدونه درباره؟ هیچی. یگان بار وارد نشه، ندیده. چرا مثلا خلاصه میکنه؟ چرا مثلا خلاصه میبره که حتما اون جایی بد است، اون جایی خوب نیست؟ یا اونا باور کنه یه چیزی جالب بشین که مثلا میگه مردم داوطلبا را به سواد میکنن. آخه من نمیفهمم که ما از ساعت 2 تا ساعت 8 یک سال مهنت میکنیم، اینقدر درس میتیم، اینقدر اونا دانش میگیرن، علم میگیرن، آخرش هم چی میکنن؟ میگن که داوطلبا را به سواد کردن یا که یگان مشکلی های دیگه دارن. با این از آگاه نبودن است. یعنی نظرشون این است عالم جان که میگن که اونها مثلا مثل یک رابط میشن و فقط تست تیار میکنن. این گپای شما که یک مقصد اینا فقط با تست کار میکنن و طلبه رابط میکنن و هدفشون مثلا کار کردن مبلغ و وارد کردن این دانشجویان به دانشگاه طبی و این خوب نیست. این انتقادشون بیشتر همین است. اگر و اون طلبه‌شون نظر انتقادی ندارن، اندیشه ندارن، فکر ندارن، تحلیل ندارن. ببینید من اگر در اصل همین چیزایی که اونا اگر اصل می‌داشت باور کنید من هیچ وقت راضی نبودم که به همین کار وارد شوم. بعداً ما 1 سال 2 سال نشد 14 سالی عمر خودمون در اینجا صرف کردیم. ممکن که از بعضی کسایی که حرف میزنن در این مورد ما تجربه‌مون زیادتر باشه و اونا باز گفتم که وارد نیستن، آگاه نیستن و نمیدونن. ما در اینتلکت در 1 سال 47 کتاب میگذاریم. 47 کتابی که نه اینکه یک بار، 47 کتاب 2 بار 3 بار خیلی کردن در مکتب میگذارم، مثلا نمودهای ریشه، مثلا متابولیسم، هر موضوعی که هست ما هم سر تا پا همون برنامه را یک به یک قدم به قدم تا اینقدر خوب مثلا وارد شده تحلیل میکنیم، درس میکنیم. یعنی موضوع کامل گذشته میشه. کامل موضوع هم 47 کتاب کامل دوام 1 سال گذشته میشود و هر روز قریب یگان روز استراحتی هم نداریم. هر روز از ساعت 2 تا ساعت 8 و 10 شب ما درس میگذاریم. بچه وقتی نمیشد که اونا وقتی شما فقط بشینید 4 دانه تست
تحلیل کنید. و بعدا حتی موضوع تست هم نمیفهمن. راستیگه بسیاری ها فکر میکنن در دورانی که ما داخل شدیم تست بود از شیمیا، یک تستی بود که بعضی سوالایی که بود همین سوالایی که داشت بعد جواباش رو در مرکزی که وقتی ما امتحان میسپریم در دانشگاه طبی عیناً حتی همین سوال و جوابش یگان عوض نمیشد، عیناً بود. شما بعضی مثالای مثلا شیمیا مشکلش کارم کردن نمیتونید جوابش از خود میکردید، همین قطعی میرفت امتحان از سپریده میشد، یعنی جوابش شما کروگلی میکردید حل میشد. اما این تستای زمان امروز اون تستا نیست، یعنی کلا شما نمیدونید این چی سوال میبید جواب این چیه مقصد. خیلی مثلا باید شما وارد شید و ما هم 47 کتاب میگذاریم، زیاده از 20,000 تست تحلیل میکنیم و در هم مرکز ملی هم میریم قریب چیزایی که نه اینکه این چیزا با کلا چیزای نو میاد و طلبه اگر مثال کار کردن نتونه موضوع را نفهمد هیچ وقت اینا را جواب دادن نمیتونه. آخه این ناممکنه این چیزایی که اینا حرف میزنن. و بعدا اینا بسیاری هم با گپ میزنن که مثلا شما 10 ساعت طلبه را درس میتید، 8 ساعت 6 ساعت اینقدر وقتی او را میگیره، این از نگاه طبی غیر ممکن است. آخه همین یکم سوالای پیش میدادن، ما هم کم کم آگاه نبودیم، فکر میکردیم ممکن که گپ اینا درست باشه. بعدن ما هم که تحقیق کردیم دولت‌های پیشرفته را در همه دولت‌های پیشرفته بوده. مثلا در ما یک سببی که ممکن که ما حاضی هم کمتر کار میکنیم، از نظر من امروز من به خلاصه اومدم حاضی ما کمتر کار میکنیم، باید زیادتر کار کنیم. چون که در کره جنوبی صنف تا 12 میخوانن، صنف 10 11 12 3 سال اخیر از ساعت 8 تا ساعت 16 یعنی تا ساعت 4 در مکتب درس میخوانن، 1 ساعت استراحت دارن، بعد از 1 ساعت از ساعت 5 وارد درس میشن تا ساعت 10 شب. 3 سال هم خیلی آمادگی میبینن. در چین، در هندوستان، در سنگاپور یک بار آمارا را یک بار بدرن، یک بار بخونن ببینن و بعدا در تمام دنیا دیگر این وارد شدگیه و دولت‌های باز هم پیشرفته تر اونا بر رویه ها جدا میکنن، هرچی برختر بر رویه ها جدا میکنن و این در این رویه هاشون آمادگی سخت‌تر و جدی‌تر می‌بینن. شما خواننده را رابط میکنید مثلا نظر تحلیل انتقادی ندارد و اخلاقی درست ندارد یا مثلا نمیدونم خب یک گویا که شما دانش مثلا خلل وارد میگیره، با ضرر در مجموع شما ضرر میرسونید. یک چیز منم راستیگه بعضی والدینا هم میگن بعضی کارا میشه، بعضی کارا میشه که منطقی نیست. ببینید طلبه 11 سال در مکتب خوان، 11 سال در مکتب خونده است و همون صنف 11 هم اثر تا ابد در مکتب، بعد از ابد میبیاد پیش ما و در 11 سال اگر اون یاد گرفت نگرفت، نظر انتقادی داشت نداشت، فکرانی داشت نداشت، 11 سال هیچ کس تحلیل هم نمیکنه و یک سالی که نیمی روزش مثلا در اختیاری ما است با ما کار میکنه، اون میخواد که ما برای نظر انتقادی پیدا بکنیم، فکرانی او را دیگه کنیم. آخه نمیشود. اگه دلیل ما باید هدف ما در اصل درست گفتید که ما هر چی برختر درسای تخصصی شیمیا، بیولوژی، فیزیک، چیزایی که با همون مرکزی ملی تسی را برای و انتخاب کرده باید من زیادتر مثلا دقت کنم، نه اینکه مثلا با نظر انتقادی اون کتابای بدیهی بخونم. دیگر من امکان ندارم، فرصت ندارم. موقعی که اون باید در دوره مکتب در اون چیزی 11 سال بعد آماده بشه. ببینم مثلا 11 در آخرش در مکتبای اینقدر بهتر خوبتر میخونن که ماهانه اون مکتبا 2-3 برابر از اینتלקت هم زیادتر مصرف میکنن. 11 سال میخوند، از اون شکوه نمیکنه و یک سالی که میبینن پیش ما بعد از ما شکایت کنه که شما نظر انتقادی و دیگر چیزا نکردید برای طلبه. و ما هم تا حد از دستمون میبیه درسای اخلاقی داریم، درسای فرهنگی داریم، کتابخوانی داریم. هر چقدر که مثلا از دستمون میبیه تلاش میکنیم که طلبه یک وطن شو بدونه وطن چیه، یک چیزی میخواند حس کند که مثلا این چیزی خواندن او یک اخلاقی او یک تربیه او برای اون پیش از این صاحب علم بودن ایناش مهمتره. هر چقدر که میتونه ما میکنیم این کارا، نه اینکه از این چیزا ما خالیم و این کارا را ما پیگیری نمیکنیم. یعنی اون باید 11 سالش هم تحلیل کرده شود. 100% چه مثلا 11 سال وای خونده هیچ کس هم تحلیل نکنه و بیان یک سالی که نیمی روزش همراه ما، نیمی روز دیگرش 50% با مکتب، 50% با ما و بالای ما بگذارن. همه مشکلشون دانششون بالا میره و در این یک سالی که با شما میخونن دانشجوی تخصص خیلی بالا میره. ببینید که اگه بعضی آمارایی که ما نشون میدیم
همین آمار واقعا چیزی که شما میگید، ما چیزی که گپ میزنیم اینا همیشه با مرکز ملی و با دانشگاه طبی ما هماهنگ میکنیم، میریم از مرکز ملی میبینیم، از دانشگاه طبی میبینیم و بعد از داخل اینتلکت هم طلبه را در 3 جا نگاه میکنیم که اینا مش باشه مثلا، و بعدا ما قبول میکنیم که ما همین را طلبه دا کمک کردیم، یاردم کردیم، داخل شد. و همین سال یک آماری که ما نشان دادیم، گفتیم در استوماتولوژیا 10 تا رایگان داخل شده، 8 تاش خوانندگان اینتلکت و 2 تا آن خوانندگانی که بیرون از اینتلکتن، یا اینکه برای جای بودجه 220 تا جا بود، 142 تاش خوانندگان اینتلکت بودن و باقی ماندهش خوانندگان بیرون از اینتلکت. اینقدر سطح چیزی بالا، اینم نتیجه کار شماست. ولی باز یک سوال دیگر که ایراد میگیرن مخالفان شما، منتقدان شما، که منم واقعا این سوال است، من سوال از جانب اونا میچم برای شما، یعنی اینتلکت تنها وسیله داخل شدن به دانشگاه طبی است؟ یعنی ما اگر فرض کنیم فرزندی من 11 سال مکتب میونه را خوان، اون باید رود مستقلا داخل شود، یعنی هم چی از بودجه دولت برای او پول مبلغ صرف می شود، هم پدر و مادران هستن که در گیمنازی ها مکتب های قیمت برای فرزنداشون مبلغ صرف میکنن. یعنی بعد این باید حتما باید مثلا مرکز اینتلکت یا مرکزهای مانند به اینتلکت بخورن، بعد باید بروند دانشگاه طبی داخل شوند. بعد اینجا وظیفه مکتب میونه چی است؟ پس ما مقصد چی کار میکنند مکتب میونه 11 سال؟ آخه این چیزی که برداشتی که مردم دارد اینقدر برداشتی غلط است و بعضا ممکن که احتمال دارد که بعضی مرکزهای آموزشی هم یعنی خیلی تبلیغات ها بکنن که این بسیار بر ضرر جامعه است این کارا، یعنی این خطا است. یعنی یگان کس هم نگفتیم، ما باری هم نگفتیم که اینتلکت وسیله داخل شوی. من شما دا دهها دانشگاه طبی ببینید، برای دانشگاه طبی من شما دا دهها صدها مثال میارم که داوطلبان خوانندگان در هر مکتب از یک مکتب های دوردست هم خودشون خوانده مستقلانه آمادگی دیدن میان دانشگاه طبی داخل میشن. یگان کس هم دعوا ندارد که اینتلکت، ما یگان بار نگفتیم که یعنی اینتلکت وسیله داخل شه برای دانشگاه طبی. ما نه، برعکس ما یک کمک رسانیم. طلبه‌ای که در مکتب 11 سال اگر اون تحکرسی نداشته باشد، یک مکتب خوبم نخونده باشد، اگر 100 تا اینتلکت هم برات هیچی نتیجه هم نمیتیه. همون ما گفتم که یک وسیله کمک رسان برای کمک رسانی تخصصی برای داخل شوی با اون دانشگاه طبی باشد، با دانشگاه ملی باشد برای حقوق شناسی، ما کمک رسانیم و هیچ وقت نمیتونه ادعا کرد که مثلا یک مرکز تنها راه داخل شدن یک مرکز مثل اینتلکت راهی داخل شوی با چی باشد، با دانشگاه طبی و دانشگاه. یا ببینید این مرکز رو اگر همش جمع کنیم 2-3% میشود. اینقدر 90-95% دیگر کی داخل میکند؟ اون دانشی مکتبیه، اون معلمای مکتبیه، همه کارهایی که سیستم وزارت اینا هم که خیلی جایگاه کلان دارن، اصلا کار اونا است. ما فقط وسیله کمک رسان برای اونا هستیم دیگه. اون چیز دیگر چی فرق داره سیستم تعلیمی شما از نظام معارف کشور و چرا فرق نداره؟ پس چرا طلبه شما فرق نداشته باشد؟ پس چرا خواننده شما بالا بلند میگیرن؟ بعد این خواننده هایی که مکتب هستن چرا خواننده شما بالا بلند میگیرن؟ خوانندگان پیش ما میبیان اصلا اینا یک هدفمندانه میبیان. در مکتب 11 سال میخوانند، اکثرش هدفمندانه نیست. در اینتلکت میومدگی طلبه ها اینا هدفمندانه هستند، یعنی هدف دارن که باید داخل شوند و اون فنهای تخصصیانه جدی میگیرن و جدی میخوانند. و اگر در اینتلکت طلبه اگر نخواند، کمتر به اهمیتی کند، بعضا میشود که هر روز دوام یک هفته 7 روز والدین دعوت میکنند طلبه نخوان، مشکلی کرد، نیامد، دیر اومد، یک سرزنشو میکنن. اما در مکتب نمیشود. شما یک بار برای تحلیل کنید که دلیر تمام هم اینتلکت دکو طلبه در یک سالی که میخواند ممکن که 100 بار والدینش دعوت کنه، 100 بار بیاید. اینا اگر در مکتب 100 بار نه، اگر هر یک والدین در یک سال اگر 10 بار هم مکتب رود، 10 بار در یک ماه یک بار برود، یعنی 9 بار. اگر هر یک والدین اگر مکتب رود، میدونید چی میشه نتیجه کار؟ معلم هم مسئولیت پیدا میکنه، طلبه هم مسئولیت پیدا میکنه، همون دیرکتور مکتب و مسئولین هم مکتب هم یک مسئولیت پیدا میکنه. برعکس که والدین میبرن در مکتب میموند، دیگه توکلش به خدا که اون میخواند نمیخواند، هیچ کس هم دیگه دنبال این کار نیست و پیگیری هم نیست. صنف 10-11 میشه، بعدا معلوم میشه که این باید دانشگاه داخل شود و صنف 1-2 این هیچ گویا که هیچ جا داخل نمیشه و باید برود بیاد و از مکتب یک اتستاتی هم بگیرد که گویا که مکتب خوان. این خیلی هم نمیشه داخل. باید حتما
پیگیری این کارا باشد. یک مثال بیارم اگر برای شما، در همین اینتلگ یک والدین از افغانستان آمده بودن، افغان بودن و فرزندشون وقتی در اینتلگ میخوندن هر هفته یا دارم می آمدن، هر هفته روزی یک شنبه می آمدن، همه این معلمای کمی فرزند ما را درس دادگی هستن دعوت میکردن، صحبت میکردن که فرزندی من کجاش فهمید، کجاش نفهمید، چی مشکلی دارد ندارد، میخواند، همه ای را بررسی میکرد. هر هفته میفهمید اگه دلیل ما دیگران را دعوت میکردیم مجبوری که بیاید یا حال و احوال فرزندتون ببینید، آگاه باشید، چون که وقتی والدین میآید همین معلمی که در اینتلک است اونم دیگر مسئول میشه، ما هم دیگر کم کم جدی میشیم که این والدین دوام میکند پگه هر روز میبیاد باید ما کارم انجام بدیم. و ما مثال میاریم در مجلس هم 10 بار میگفتیم که چرا اون میاد شما نمیبید. باور کنید از ما افغان ما کم کم میگریختیم، وقتی روز یک شنبه میشد میگفتیم این معلم براد و کسی دیگر براد، تا حدی بود که هر هفته یکم وقت چی نمیکرد. فرزندش اومدن در این دانشگاه طبی است هم بلکه بلندترین قریبا گرفتن. حسابی نظارت نمیشد که به نظارت هیچ کاری هم انجام داده نمیشد. والدین اگر مثلا شیمی را نمیفهمد، متماتیک نمیفهمد، این مهم نیست. مهم چی است؟ یک بار برات پیش معلم شیمی با معلم شیمی صحبت کنه در مکتب، با معلم فیزیک صحبت کنه در مکتب، این نتیجه میتید فکری من اصلا از زیادتر. یعنی سیستم شما هیچ فرقیت سیستم چی ندارد. ما چی میگذاریم؟ برنامه مرکز ملی یک برنامه مشخص است، این مقرر کرده شده است از طرف وزارت معارف. نمیشه شما چیزی دیگر بگذارید و اون کار شما نتیجه بده. ما هم دنبال همین پیگیری میکنیم، فقط همو کتابا و تستایی که داریم یک نقشه و دیزاین و طراحی خوب کردیم که جالب باشه برای همون داوطلب. چرا من گفتم که وقتی بچه‌ها در مرکز شما تعلیم میگیرند یا در همین گونه مرکزها تعلیم میگیرند، وقتی که آخری امتحان سپاری میشه در مرکز ملی تستی اعلان میکنه، البته اونجا نام مکتب‌ها اعلان میشوند، ولی دقیق میشود که این طلبهایی که اصلا ولی بیشتر این مرکز شما خود مرکزهای دیگر خوندن و اونایی که مکتب میانه خوندن، اینجا اینه که مشکلی پیدا میشود و این حد بال گرفتن نمیتونن. یک بار دیگه میخوام بفهمم که سبب اصلیش چی است. سبب اصلیش این که ببینید که در من گفتم از یک سال میاد آمادگی میبینه در تخصص خودش از ساعت 2 تا 10 شب، یک سال به استراحت شب روز که میخواند. این معلوم است که دیگه نسبت به اون طلبه مکتبی که دیگر یک آمادگی جدی نمیبینن، این برتری داره دیگه، یگان جایی چی نداره، یگان معجزه نیست دیگه، گویا که این چیزی که معلوم است دیگه. سوال اخیر ببینید، عالم سرقانون تاجیکستان، سرقانون قانونی اساسی کشور میگیم و سرقانون تاجیکستان تعلیم رایگان کفالت داده است. یعنی همه شهرونداش حق دارن که از تعلیم رایگان استفاده کنن و دولت اینا کفالت میده و تا اون صنف 10-11 دولت خودش از بودجه خودش اینا مبلغ گذاری میکنه و میخونند. شاید کمترین کشورها در دنیا باشن این کار انجام دادن، ولی یک سوال من این است که آیا امشب و روز در این وطن ما، من دنیا رو در نظر ندارم، تاجیکستان بدون صرف کردن مبلغ دانش خوب ما گرفتم، میتونم میخوام رو کراس به این سوال جواب بدید، به این سوال پاسخ بدید. یعنی بدون آنکه من بگم که یگام مبلغ هم صرف نمیکنم ولی دانش بچه من خوب شه، بچه من بهتری شه، بچه من خواه دانشگاه طبی دو خوشه، خواه اروپا برات، خواه خارج، اون دانشی با صفت بگیرد. آیا بدون صرف کردن مبلغ میشود در صورتی که قانون اساسی کشور گرفتن تعلیم رایگان اجازه داده است برای همه، کفالت داده است برای همه؟ تا حد این کار امکان دارد، اما سخت است. چیزی که جدی بگیریم سخت است، نمیشد که به سادگی این کار انجام بدی، اما بدون مصرف علاقه سخت این چیز. نه اینکه در تمام دنیا این چی است، در تمام دنیا مصرف میکنن، نمیشد که مصرف نکره. چرا در همه چیزی کاری که ما میکنیم باید مصرف کنیم، اما برای دانش مصرف نکنیم؟ یعنی مصرف نکنی احتمالش کمتر است. یا خیلی ببینیم که یک بچه‌ای هستن که فرض کردیم خوب میخونن، دانشجوی خوب دارن، اما دسترسی این یگانه ها باید، چون در منطقه هستن در شاید مبلغ نرسد برای مثل مرکز اینتلک خوندن. من مبلغ شما رو نمیخوام اینجا اعلان کنم، ولی خیلی مشکل است برای یک آموزگار ده، برای یک دهقان ده، برای یک مهاجر شاید، ولی بچه‌ش خیلی تلاش دارد، خیلی دانش دارد. اینو چیکار کنن در این کشور؟ اینو کجا برن؟ مثلا که بعد دانشگاه داخل، اگر اون از صفر 10-11 نخوند، فرض اینو که مبلغ دارن بیاد بخواد، حتما
دانشجو بالا میرود. این قانونی طبیعی است. این یک قانونی است که ما باید اعتراف کنیم. یک حالت مقرری است. یعنی اینها میخونن دانششون پیشتر میرود. ولی اینم در برابر دانش داشتن، هوس داشتن، دیگر مکتب قدرتی، من تربیت در نظر ندارم، قدرتی دانش دادن اینا ندارد. این بیچاره چیکار کنه این بچه که هم بغل اینه که پول نداره شد یگانه ها باشن. نه اکید نداره تو این حد نیست. یعنی امتیاز داده میشد به اینها. همین مثلا خصوصا خود من از لیسه اینترنت از اینترنت تمام کردیم. یعنی ما اونقدر امکانیات زیاد نداشتیم. ببین عالم بخش 10 سال پیش وضعیت دیگر بود، 15 سال پیش دیگر بود. تصور کنید امروز ما مکتب‌های لیسه داریم که 20000 30000 50000 تا 60000 سومان سالانه دارن. برای اون اینا چی میگن؟ اینا میگن که ما با سیستم وزارت معارف کار میکنیم، همون که صفت تعلیمی بهتر میتیم. یعنی یک بچه که میاد در یک مکتبی 60000 تومان میخواند، آیا میشد این بچه را که در یک مکتبی دوردست دیهاتی که شد معلم فیزیکش نمیرسه، شیمیش نمیرسه، اینا با هم قیاس کرد؟ این بیچاره چیکار کنه؟ اگر واقعا خواندن میخوان، نه ببینید واقعا خواندن میخوان، یا یک شما یک سوالی دادید که میگه میتونه که یک چیزی 60000 تومان یک چیزی رایگان قطعی مقایسه کنی، دیگه این غیر قیاسه. مثلا من از شما میگم با عنوان یک طبیب، یک آموزگار باید چیکار کنیم؟ اون بچه‌ها رو بریم پرتایم به حال خودشون بگذاریم، اونا فرزندان همین ملتن. یعنی ما یک راهش باید بیابیم، یک پیشنهاد بکنیم مثلا چیکار کنیم. ببینید حاضر ما در اینتلگ یک سیستمی چی دارن، سیستم قسمت اولیه 20% برنامه اینتلکت در یوتیوب رایگان برای همگی داوطلبان اجازه داده میتونه بخونه. یعنی طلبه که اگر تلاش میکنه همون 30% اگر رایگان بخونه یک راه باز میشه، باقی مونده اون میتوند خوانده، یگان مشکلی هم ایجاد نمیشه برای این. یعنی اگر اینقدر تلاش کنه، اینقدر خواهش داشته باشه میشود، یگان فکر نمیکنم اگر مشکلی جدی باشد برای اینا. نمیشود که همین گیمنازیاها یا مرکزهای مثل آموزشی به مثل شما یا نمیدونم لیتسی هایی که در شهر دوشنبه یا ناحیه هستن که مبلغ هستن، پولکی هستن، یک مقدار ما چی میگیم امتیاز لگات میگن، امتیازهای برای چیان؟ بعدن بچه‌هایی که استعدادن واقعا دانشن و قدرت نمیرسن، مثلا همون رو دعوت کنن بگن که خیلی حداقل 50%، حداقل 40% ما مبلغ شما رو میگذاریم همین بچه بخواند و مثلا کادر شود. ما از دعوا کردیم. شما در اولی صحبت از ایران یادآور شدید، گفتید یک نفر میاد یک دستگاه 3 میلیون رو میخواد برای کشورش توفیق بکنه، 3 میلیون دلار. یه صحبت ختم بود. همین ختم میگه پاز اینجا گفتید، میگید یک ایرانی برای وطنش جانش فدا میکنه. ما جان فدایی نمیخوایم برای وطن، ما میخوایم که یک کودک تربیت و در مرکزو. یعنی نمیتونیم در اینتلکت مثلا در اینتلکت که ما چی میکنیم، یک بار باز هم میتونه که با پرسجو کنه، هر ساله ما ممکن 10 تا 20 تا طلبه را رایگان هم چی میکنیم، رایگان هم قبول میکنیم و در برابر این کمک امتیاز هم خیلی طلبه که مثلا تلاش میکند کمک میکنه. تا امروز من یاد ندارم که یگان طلبه که کوشش میکنه دانش داره ما برای مبلغ از اینتلکت مثلا پیش کردیم یا اجازه ندادیم. این خیلی نمیشه که این جای در بالای استراتژی باشد، مثلا نمیشه که در یک استراتژی باشد یک همین کارا بکنه. ما میگیم دست جمعی شیم. حاضر که مثلا باید امید باشه کشور بسازه، نشه همه شایم فرض کنیم بریم همون دهه که این بچه‌ای که مثلا در صنف 6 هفتش از کجا قلبش میبره، امیدش میبره. وقتی دیگر امید به مبلغ نیست، یعنی پدرش میگه من امکانی خواندن ترا ندارم، من زیاد میشنم با من مراجعت میکنن، یا این بچه بسیار اعلی خوان است میگه دیگه ما خانواده من نمیگم که هم این قدرت نمیرسه، چون انداز است، مصرف برق است، معاشی کارمندان است. یعنی نمیشه که مؤسسه خیریوی باشدی، امکان ندارد. اما فرض کنید همه گیمنازیاها، همه مرکزهای آموزشی 10 نفر 20 نفر فقط امتیاز بده، امتیاز نه با جورش، نه با بچه خالش، نه مثلا با یک استادش، با همین گونه بچه. چون ما بفهمیم میگم ما امتیاز دارم، بعد وقتی شما میاد 10 تا خش تبرش مثلا در مرکز به پول میخونه. نظر شما چی از در این موضوع؟ من نظر من منفی است. یعنی این غیر اخلاقی است و باید ما حتما کمک بکنیم، نه اینکه مثلا از روی دانش خواندن برای کسانی که از ناحیه دوردست میبینن و برای کسانی که امکانیت ندارن حتما باید امکانیت ها باشه در هر گیمنازیا و هر چیزی که مثلا خصوصی خود دیگه دولتیه که امتیاز دارن. نمیشه ما مبلغ پول در مد اول بمونیم و پیش از اون که ما درباره تعلیم و تربیت صحبت میکنیم و ما که درس میتیم ما باید باز دوباره فکر کنیم که در بالای
هم مرکز آموزشی ما مثلا اینتلکت نویسه یک نامی که همچون جای آموزشی پیکر ننویسه اونجا که نرخ اون فیکسه، یعنی شما دیگه نرخ اون رو نمیتونه تغییر بدید، یعنی شما باید 100% تغییر بدید، 100% امکانیت بدید. حتی مرکز ملی تستی یک امتیازی دارد برای طلبهایی که از دوردستند، امکانات برای اونا امتیاز داده. دولت ببینید، دولت من گفتم در قانون اساسی کشور نه تنها امتیاز کفالت میدهد به شهرونداش، یعنی قانون اساسی تاجیکستان میگه که همه شهروندان تاجیکستان نوابسته از رنگ، پوست، نژاد، حزب، مذهبشون میتوانند تعلیم رایگان بگیرند. دولت اینا کفالت میدهد و قانون اساسی. اما منظوری من چیز دیگر است که مثلا اون صفت تعلیم کی کفالت میدهد؟ این چون رقابت شدید است. بار دیگر گفتم ولی قیاس کردن نمیشه یک گیمناز 60000 سومانه با یک مکتب عادی. اما در این مکتب عادی هم شاید بچه‌ها باشن که بخونن. وقتی که اینا در این مرکزا پول مثلا میآموزن، مبلغ صرف میشود، این کمبغل ها وقتی که میبیان مثلا همه جای بودجت اگر این آدمایی که دانش به سوادا بود گیرن، بعد این بچه‌ها کجا رو اینا مثلا کمبغل ها. من همه را در نظر دارم معلم جان. من شما درست بفهمید که بچه‌ای که بسواد هستند، دانش دارن و ممکن آینده خیلی خدمت میتونن برای جامعه، برای کشور بکنن. خدا خواستش ما امید داریم که این مشکلی هم برطرف شونده. این یعنی با مسئولان دارد که این ممکن به برنامه صحبت ما را میشنون و اونا یگان فکر و عقیده های از ما و شما دا بهتر خوبتر دارن که مثلا میدونن چیکار کنن. یعنی ممکن که از من یک فکری هم پیشنهادم کنم که ممکن غلط باشه، ممکن پیشنهاد به شما باشه. یک پیشنهاد شما میتونید که با همه مرکزها مشورت کنید در هر جایی که تاجیکستان است، بگید مثلا ما اعلان میکنیم برای بچهای دودست هم بوده که دولت استیپندیا میدهد و بعضی امتیازات دیگر میدهد برای خواندن در دانشگاه. شما بگید که ما برای همین بچه‌ها فرض کنیم 8 همتون جمع شده همه مرکزها 50 جای رایگان مثلا پیشنهاد میکنیم که اینو بیان بخونن. 100% میتونیم، این مشکل نداره. ما میتونیم با همه مرکزها هم صحبت کنیم و خود اینتلیکتی هم یک جای صحبت کنیم و امکانیت‌ها رو بدیم. یگان جای مشکل نداره این چیز. سلامت باشید. اولین بار دیگه با برنامه خوش اومدید. در آخر میخواستم خلاصه‌تون رو با بیننده برنامه کتابخوان، با مخاطبان برنامه کتابخوان و دیگه فرصت داشتیم با از بعضی کتاب‌های دیگر صحبت کنیم در این برنامه. در صحبت آینده با موضوع دیگر با شما صحبت خواهیم کرد. میخواستم خلاصه‌تون رو بگید و صحبت رو به انجام برسونیم. میخوایم که صحبت خدمت در آخرش به تمام بینندگان برنامه کتابخوان خیرباد مانه با یک شعر از استاد ابوالقاسم فردوسی جمع بست کنم. یک مصرع خوبی دارد که بعضا مردم آدمان میخوان که یک موتیویت بگیرن، یک راهنما بگیرن و از این شعر استاد فردوسی دیگر یگان جمله موتیواسیونی بهتر فکر کنم که پیدا هم نخواهد شد. یک جمله، یک شعر خوب دارد میگه توانا بود هر کی دانا بود. سروشکی نمیگه که توانا بود هر کی دارا بود. حالا بعضی با مسخره میگن خیلی بله. توانا بود هر کی زیبا بود. توانا ببین گفت امروز 1000 سال پیش و برای ما یک پند داد که گفت ای نبیرگان من، خواهید که توانا باشید، خواهید قدرت داشته باشید، باید شما دانا باشید و دانایی را، علم را تنها برای خواندن می شود دسترس کردن به دست آورد. ما هر چقدر میتوانیم باید رو به خواندن بیاریم، رو به کتاب بیاریم و چگونه که شما گفتید یک کسی که در یک مکتبی دور دست میخونه امکانیت‌های ضعیف دارد، اما همه این مشکلات را با خواندن میتوانیم ما برطرف کنیم. ممکن که یک شبکه‌ای که شما داره تا حدی که مثلا من آگاهم با یک مشکلی و با یک سختی ها از اینجا باید در این استودیو و از اینجا اجاره گرفته و با یک سختی ها همین برنامه کتابخانه پیش میبرید و یگان کسایی هم نیست بفکرم که برای شما کمک هم کنه. یگان جای خاصی هم کاری نمیکنید که یک مبلغ زیاد به دست بیارید تو این برنامه را پیش بره. اما من میبینم ممکن که در تاجیکستان صحیفه کتابخوان یگان صحیفه خوب و نغز و به منفعت یعنی ملت، به منفعت جامعه نباشد. یعنی اطمینان دارم که ندیدم، نمیدونم که ممکن بعضی باشن اگر که ما آگاه نیستیم، نه که تا حد من خودم آگاهم و واردم ندیدم. ببینید یگانه این مشکلی را برطرف کردن برای تلاش ممکن شما زیادتر تلاش میکنید، زیادتر کوشش میکنید و این مشکلی ها را برطرف میکنید. اون کسی هم بچه‌ای که در دهات است، در یک جایی که مشکلی ها دارن، پدر و مادرش دیگر، اونا باید زیادتر تلاش کنن. دیگه قانون حیات دمیه دیگه، باید زیادتر تلاش کنن، از خوردی آمادگی ببینن و این امکانات ها را اگر استفاده کنن، مهم علم بگیرن
دانش بگیرن حتما که قدرت هم میشه. اون چیزی که ما در اول درباره ایران صحبت کردیم سرتاپا یک نقطه داشت، یگون چیزی جدی هم نداشت، یگون چیزی مخفی هم نداشت، یگون معجزه هم نداره. نه اینکه اونا که از نگاه مذهبی همه پیشرفتشون از این هم نیست. یعنی از همه موفقیت کلان ایران این است که علم دارن، نه اینکه در ساحه طب، در همه ساحه علم دارن. باور کنید باید خصوصا ما امروز ما با مذهب و سیاست باید کار نگیریم و همه جوانای ما بروند دیگه ایران، همه ریشته ده در همه ریشتهش برویم ما بخونیم علم بیاریم. مثلا از همه راه آسان، راه سبک برای دسترسی به علم برای ما ایران است، کم خرجترین و آسانترین و دیگر باور که نه گارورد نه اکسفورد نه هیچ جای دیگه. از همه مهم از ما برویم ایران، برویم شهید رجایی، برویم دانشگاه شریف. این دانشگاه خود ایران در همین کار ما انجام بدیم. باور کنید روز میشد که ما به یک قدرت، به یک توانمندی مبادل، به یک مردمی توانمند مبادل خواهیم شد. سلامت باشید. واقعا بار دیگر از این برنامه کتابخوان بگویم که بخونیم، سرفراز باشیم، بیاموزیم، وارسته باشیم. شعار همیشگی این برنامه است و بدون آگاهی، بدون خواندن، بدون علم از خود کردن ما نمیتوانیم توانمند بشیم، ما نمیتوانیم یک زندگی شایسته داشته باشیم و ما نمیتوانیم سربلند و موفق باشیم. تنها آگاهی است، تنها دانش است، تنها علم است که یک ملت را به عزت میرساند، به شرف میرساند، به قدرت میرساند. مطمئن باشد و اطمینان داشته باشید که بجز این هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد. باقی تنسیت و خانه آباد و پیروز و کامگار باشید. همصحبت من بودن دکتر علیم جان علیموف. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و آورد.